خوش اومدین به دومین قسمت از دومین فصل پادکست خودتون راب اند ران. سلام کنید بچه‌ها. به مالو بگذر. سلام به شنونده ها و بیننده های عزیزمون، اونایی که از یوتیوب ما رو میبینن، اونایی که از پادکست ما رو گوش میدن. باریکلا چقدر قشنگ. فداتون بشم. خوش اومدین به این قسمت. مهدیم از مونیخ. خب بچه‌ها موضوع این هفته چیه که اینقدر مهمه ستامونو کشونده؟ شما میگین یا من بگم؟ بفرمایید. توی این قسمت میخوایم راجع به روتین صحبت کنیم، نظم، برنامه ریزی. اصلا روتین داشتن خوبه؟ تعریفش چیه؟ ما رو محدود میکنه یا باعث میشه ما پیشرفت کنیم توی زندگیمون؟ راجع به ابعادش صحبت میکنیم، توی چه زمینه‌ای استفاده میشه. خب آقا رضا برای شروع یه تعریفی از روتین به ما بده. ببین به نظر من روتین یعنی یه سری از کارهایی که خودت مشخص میکنی که انجامشون بدی، فارغ از هر احساسی که داری. یعنی اگه خسته یا حوصله نداری باید خودتو مجبور کنی که اونا رو انجام بدی در راستای یه هدف مشخص. آفرین. حالا من در لفافه بخوام این موضوع رو بیان کنم، کلا روتین یک نوع فکر یا میتونه یه ایده باشه که شما مینویسین یا تو ذهنتون میارین که هر روز انجامش بدین. حالا نیازی نیست هر روز مثلا 17 دقیقه اون کار انجام بشه، نه، یه کاری که شما انجام میدین، مثل نهار خوردن، یه چیز خیلی ایزی و ساده است. اون که عادته حالا، ولی خب آره. نه اون روتینه. ببین با من بحث نکن، من میرم از این باشه. ببین اولین چیزی که توی ذهن همه ماها میاد راجع به روتین اینه که ساعت 5 صبح 6 صبح پاشی سرتو بکنی تو سطل آب یخ و شروع کنی به دویدن و ورزش. باید سیاپوس باشی. آفرین. شوخی نمیدونم، دژاوو شدم. این دوچار دژاوو شدم من. همچین چیزی میاد تو ذهن همه ماها. نه تو ذهن واقعا همینه. یعنی همه به خاطر خیلی‌ها به خاطر این سختیه که میاد تو ذهنشون سمتش نمیرن. همینه واقعا رضا. بذار آقا مهدی در لفافه جواب بده. بهت برخورد. ببین اون چیزی که ما میبینیم توی سوشال مدیا به نظر من فقط و فقط به واسطه ویو گرفتن اونا میذارن. یعنی حتی شاید اون سبک زندگی اونا نداشته باشن، بلاگرن دیگه، اون کارو انجام میدن، ما میبینیم لذت میبریم، اونا ویوشون رو میگیرن و عشق حالشون رو میکنن. اما به نظر من روتین یه چیزیه که بذار من بگم. به تو بگو. ببین اول اصلا قبل از اینکه بگی تو اون حرفو، قبل اینکه بخوای روتین برای خودت مشخص کنی، شاید سوال پیش بیاد که اصلا چرا باید روتین داشته باشی؟ چرا مردم میخوان روتین داشته باشن؟ پایه‌ای ترین جوابش چیه به نظرت؟ به خاطر که شاید مثلا یک وایب کاری رو میخوان شروع کنن، میگن ما باید خودمون رو پوشاپ کنیم به زور. و یکیش اینه که اینقدر سردرگمی و شلوغ پلوغ این زندگیشون که میخوان خودشون رو به یه چیزی مقید کنن که یه ذره از اون سردرگمی فرار کنن به نظر من. و یکی دیگهش اینه که مثلا حس کنترل داشته باشن رو زندگیشون. آره، یکی از تمایلات انسان اینه که رو هر چیزی حس کنترل داشته باشه. و یکی از دلایل روتین گذاشتن همینه. من حس میکنم یک بخشی از مغز ما با امنیته که آروم میشه. یعنی ما شاید اون روتینه رو انجام ندیم ولی اونو اضافه که میکنیم روز اول، مغز ما یه احساس امنیتی میکنه و باعث میشه اون امنیته ما آروم بشیم، اون آرامش جذابه. شاید هم حتی روتین در روزهای آینده اصلا انجام ندیم. خیلی وقتا منم میخوندم راجبش، برای مردم این قشنگ بوده که روتینه رو کاغذ بنویسن تا اینکه عملیش کنن. آقا رضا توی زمینه اکسپرت به قول شما. حالا ما انواع روتین هم داریم، حالا بهش میرسیم. یه وسط حرفت ببخشید، این چیزی که گفتی حس آرامش میکنن، این آرامش میکنن. آره شاید خیلی‌ها ندونن ولی خود عمل تصمیم گیری خودش انرژی بره و وقتی که تو از قبل یه چیزایی رو مشخص کرده باشی، تو روز دیگه انرژی برای تصمیم گیری نمیذاری، مستقیم کارا رو انجام میدی. آفرین. یکی از دلایلش لایک منو داری رضا عزیزی. حالا ما انواع روتین داریم. بیشترین چیزی که تو ذهن ما در مورد روتین میاد روتین ورزشیه. چون الان اینا تقصیر سوشال مدیا که میگه مثلا تو بدنت مناسب نیست، تناسب اندامو نداری، همه باید یک شکل باشن و اینا. ولی خب چیز بدی هم نیست حالا روتین واقعا ورزشی. ولی ما انواع روتین داریم. مثلا یکی از انواعش که دوست عزیزمون درگیرش هست روتین کتابخوانیه. ولی خب سطح فکریش اونقدر بالا نیست. ولی خب کلا ببین من فکرم امیررضا بد نیست.
بلد نیست. ببین من راجع به خودمون میخوام صحبت کنم. آخرین باری که هر کدومتون خواستین یه روتینی داشته باشین و حتی عملیش نکردین یا حتی عملیش کردین چی بود و چرا اگه عملیش نکردین نتونستین؟ اول راجع به روتین اون مثبت میگم بعد منفی رو میگم. من الان 140 روزه که دارم زبان فرانسوی یاد میگیرم. چه ارتفاعی؟ به قرآن مجید. باری که من نمیدونستم این فکت رو. من شاهدم. آره. و خب خیلی آسون این کارو میکنم برای اینکه کلا وقتمو به بتالت نگذرونم. یعنی من قبلا میرفتم تو یوتیوب و اینستاگرام چرخ میکردم. چرخ. آره. الان اومدم تو دولینگو چرخ میکنم. آفرین. و خب یه چیزی یاد میگیری دیگه. خیلی به نظرم بهتر از این که بری اونجا. خب نه الان 140 روزه عملیش. 139. نگاه یک نموداری داره. حالا کتابای رفتارهای اتمی که من و آرزا خوندیم یه نموداری داره. وقتی که یه تصمیم میگیری یه کاری رو شروع کنی یه انگیزه خیلی زیادی داری. آفرین. بعد از اون فروکش اون انگیزه که تو اون عادت برات ایجاد میشه میخوام ببینم ولش میکنی یا نه واقعا ادامهش میدی. ببین بستگی داره به خیلی چیزا. ابزارهای روتین به نظر من این وسط خودشو تاثیرشو میذاره. یکی از اون ابزارهایی که خب من نرم افزار نصب کرد و هر روز بهم پیام میده و یک جورایی شده بود که هی چپ و راست هر 1 ساعت 2 ساعت بهم پیام میداد چرا نمیای چی تنت بیداری. خب ببخشید اگه از این طنزای خب و خب یه دونه از ابزاراش همین نرم افزاره. یعنی من دیدم بعضی بچهای دیگه برای اینکه درس بخوام بخونن یک سری نرم افزارا نصب میکنن، تایمر میذارن، بعد باز اون چکشون میکنه چیکار کردی چی خوندی. این برنامه‌ریزی است. ابزار روتین به نظر من مفیده که توی این قضیه زبان فرانسوی من خود این نرم افزاره بود که خیلی منو داشت هول میداد. و خب یه جورایی من اعتقاد دارم به قانون 21 روز. حالا نمیدونم در جریان هستین یا نه. میگه که شما اگه 20 روز پیاپی یه کاری رو انجام بدین، روز 21 به صورت ناخودآگاه اون کار رو انجام میدین. یعنی ملکه ذهنت میشه، عادت میشه. آفرین دقیقاً همین خب ایجاد عادت. یه جوری شده که من خودمو ملزم میدونم که مثلا روزی 20 دقیقه وقت بذارم توی نرم افزار برم این کار. زبون واقعا چیز سختی هم نیست، یعنی یه سری آپشن میده و خب این آسونیشه که به من کمک کرده. حرف از روتین و دیسیپلین و نظم میشه، یک سری آدم میان راجع به صحبت میکنن که چیز سختی نیست و انجامش بده، از این روانشناسی‌های زرد. درست. خب ولی واقعا اگه بخوای از ته دلت بخوای یه حرکتی رو بزنی واقعا می‌بینی اونقدر هم سخت نیست هر کاری ها. یعنی اگه شما بخواید برین به قول تو یه زبان جدید حتی یاد بگیری، اگه علاقه و پشت کارشو داشته باشی چیز سختی نیست. حالا ابزار میتونه به تو کمک کنه. چیز بدی هم داشتی مثلا؟ بد نه ها، مثلا یه روتین رو بخوای یاد بگیری ولش کرده باشی. آره چرا؟ 2 تا بهت میگم. حالا گفتی یکی ولی من 2 تا میگم. یکی بحث پایان نامه‌ام که الان خیلی کشدار شده و خب دلیلش اینه که روتین نیست. خب ببین من یه جوری بود که می‌خواستم تا شهریور دفاع کنم بره دیگه. خب ولی نشد دیگه. یعنی من برای خودم زمان گذاشتم، گفتم روزی نیم ساعت صرف تایپ فایل وردم بکنم، پایان نامه‌ام بکنم. نتونستم. حالا به واسطه مشکلاتی که پیش اومد، یکی جنگ بود، یکی دیگه خب تعطیلی دانشگاه‌ها بود. و نکته دوم باشگاه بود. من زمستون حالا امیررضا یادشه باشگاه ثبت نام کردم، رفتم 1 ماه رفتم ول کردم. یعنی حالا رفتم سفر اومدم می‌خواستم دوباره تمدید کنم ولی چرا خب ول کردم. می‌خوام دنبال دلیل باشم. حس می‌کنم صبوری لازم رو نداشتم. یعنی یک چیزی بود که می‌خواستم زود بهش برسم، بعد می‌دیدم خب اوکی انگیزه فروکش کرده. باید زمان می‌ذاشتم و یه جورش آفرین دقیقاً انگیزه من فروکش کرد. خب میخوای من بهت بگم دلایل پایه‌ایش چیه؟ اول یک روتین از خودت بگو. یکی بگو. یکیش همون که گفتی کتاب خوندنه. خب چجوری انجامش میدی؟ همه چون فکر میکنن کتابی که مثلا الان 100 صفحه‌ای که جلوته روزی 40 صفحه‌شو باید به زور بخونی، بعد 3 روز خسته میشن از این کار. دقیقاً. خیلی اینجوری آره، مثلا چند ساعت در روز کتاب میخونن و فرداش ولش میکنن، خسته میشن. ولی خب عادت ساختن، حالا همون 21 روزی که گفتی اینجوریه که حالا من نمیخوام الان خیلی در مورد عادت صحبت کنم، این خودش یه موضوع دیگه برای اپیزود دیگه است. ولی کلا باید ساده باشه، یعنی انجام ندادنش سخت‌تر از انجام دادنش باشه. و برای کتاب خوندن بهترین چیز اینه که 2 صفحه، همین 2 صفحه حداقل بخونی و نه اینکه بعد 2 صفحه ولش کنی، تو میتونی ادامهش بدی ولی حداقل 2 صفحه، یعنی تو به پایان صفحه دوم رسیدی موفقیته. اینجوری تشکیل میشه. و حالا برای دلایلی که یه خط هم شنیدم برای کتاب، مثلا میگن حتی یه خط، یک جمله بخونه اگه برات سخته. خود اون شخص داره. من فکر میکنم خلاصش ببخشید میونه کلامتون میشه همون ضرب المثلی که میگفتم سنگ سنگین نشانه برنداشتنه.
بله درسته. وقتی آسون بگیری خب راحت‌تر میتونی به اهدافت برسی. و دلایل ول کردن یک روتین، یکی از دلایلش اینه که همون جوری که گفتی خیلی از بلاگرها الان روتین دارن نشون میدن به مردم، چیزایی که حالا بیشترش برای ویو گرفتنه و یه سری همه مثل شما هم باهوش نیستن که اینو متوجه بشن. خیلی از مردم اینو باور میکنن. این طنز بود؟ نه جدی گفت. جدی تعریف کردم. ممنونم. خیلی از مردم ساده اینو باور میکنن و سعی میکنن اونو کپی کنن توی زندگی خودشون و وقتی که با شرایط زندگیشون همخوانی نداره شکست میخوره، محکوم به شکسته. یکی از دلایلشه. خب ببین یه چیزی من اینجا اضافه کنم، به نظر حق ندارن؟ یعنی واقعا جذابه توی آقایی رو داره میبینی سیکس پک داره، اندام خوب داره، ماشین خوب داره، زندگی لاکچری داره، میبینن لذت میبرن، لباس خوب میپوشه. خب ببین هدف همونه ولی راهشو باید نسبت به خودشون پس راهشو بلد راهش. من خودم شما میدونین دیگه من روتین ورزشی دارم. من هر روز الان 5-6 ساله که هر روز شوخی نکن. یعنی چه آب و هوا بد باشه اینا، یعنی این بهانه ها رو برای خودم حذف کردم. آفرین. که همه جوره تو باید باشه. تو واقعا قوی. قربونت بشم. ولی خودم یادمه مثلا همه که مثلا میگن آقا سیکس پک داره یا چیز، اون روز اول که اینو نداشته. شما هم دارین؟ آره الان حالا ولی اون روز اول که اونو نداشته دیگه. خب من خودم برای خودم اینجوری بود که هفته اولی که میرفتی باشگاه تا حتی ماهای اولی که میرفتم باشگاه بدنم خیلی میگرفت. خب یا اصلا بدنم خسته میشد و همش با خودم میگفتم بابا ولش کن بدنم درد میکنه امروز نرم. و بعد تو ذهن خودم میگفتم دقیقاً از همین درده است که تو از یه جایی به بعد قوی میشی. آفرین. 99% مردم تو اون درده میذارن کنار، تو اون 1% باش. حالا این فقط برای ورزشش بود، تو هر روتین دیگه ای میشه اینو گفت. یک شعری من از مولانا بخونم به نظرم خیلی جالبه. مولانا میگه که آنجا که زخم است محل ورود نور به وجودت است. باریکلا. و این درد است که ما رو به پیشرفت. من هنوزم همینجوری اما فکر نکنم هنوزم درد میکشی؟ هنوزم فکر نکن که مثلا یارو که مثلا سیکس پک داره هر روز حوصله باشگاه داره. شما اون قسمت خوب ماجرا رو میبینین. خیلی روزا پا میشه که مثلا حوصله باشگاه رو نداری، حوصله ورزش رو واقعا نداری، میگی نه بخواب. من هر روز با خودم این جنگو هنوز دارم که نه تو باید بری. بتونی تغییر کنی. تازه مسائل خودته، حالا بدی آب و هوا و نبود وسیله نقلیه و به زور خودم رو میبرم. آره اینا هم هست. همونجور که گفتم اولین دلیل کپی کردن روتین یه نفر دیگه تو زندگی خودتونه. دومین دلیل که یه روتین رو ول میکنین طبق همون چیزی که گفتی، اون اول انگیزه زیادی که داری باعث میشه که تو از خودت یه بوت بسازی که من قراره همه اینا رو انجام بدم و یه برنامه خیلی سنگین برای خودت می‌نویسی و پایان روز می‌بینی که مثلا از 10 تا 3 تاشو انجام دادی و ولش می‌کنی. پس دلیل دوم اینه که برنامه سنگین بیخود می‌نویسی، توقعات بالاست. متوجهی؟ بله 2 دلیل گفتی من یادداشت کردم. یکی کپی کردن یک روتین دیگه و آسون گرفتن. اصلا کوچیک شروع کنیم. مثلا اگه می‌خواید ورزش رو شروع کنین، همه اصلا یه جمله معروفی هست که از شنبه میرم باشگاه. خب ولی اگه میخواین واقعا ورزش رو به نظر من شروع کنین، از چیزای کوچیک شروع کنین. قرار نیست شما بریم به خودتون سختی بدین، دمبلای سنگین بزنین. قرار نیست هر روز هفته رو بریم باشگاه. اصلا منطقی 2 روز در هفته رو بریم باشگاه. اگر واقعا میبینین که مثلا نمیتونین 2 روز در هفته رو بریم باشگاه. 3 روز در هفته کم کم بستگی به نیاز بدنتون زیادش کنین. بله. متوجهی؟ از چیزای خیلی کوچیک. مثلا اگه میخواین کتاب بخونین، یه کتاب جدید رو شروع کنین، نگین من 10 صفحه از این کتابو باید بخونم. صرفا بگو مثلا تو هفته اول بعد هر روز یک خطشو من بخونم. و خب این یه پیشرفت بعضی وقتا به خاطر اینه که به خاطر اینه که ما به خودمون سخت میگیریم اون روتین میذاریم کنارا. دقیقاً درسته. و دلیل سوم که من بیشتر از همه باش درگیر بودم و احتمالاً همه شما هم بودین، کمالگرایی. باریکلا. کمالگراییه. یعنی اگه 10 تا کار باید توی اون روز انجام بدی، اولیو انجام میدی، دومی انجام میدی، سومیو به هر دلیل نمیتونی انجام بدی و تموم میشه. 4می، 5می، 6می، 7می، 8می که هنوز هستن، چرا نمیری سراغ اونا؟ ولی از اونجایی که تو نتونستی 3 انجام میدی پس ول میکنی، میگی یا همش یا هیچ کدوم. خیلی با این درگیرن. این کمالگرایی کلا خودش یه موضوع خیلی سنگینیه که تو اصلا همه جوانب رو درگیر میکنه. ولی روتین خوب به نظر من روتینی که حتی خراب میکنی، ولش میکنی و دوباره بهش برمیادی، نه اونیه که تو کامل میکنی. متوجهی؟ بعضی وقتا میگی من کامل میکردم تموم شد، میذاریش کنار. من خودم مثلا خیلی دوست داشتم گیتار زدن حرفه‌ای یاد بگیرم. یه انگیزه‌ای داشتم که آره بعد تو گیتار زدن یاد بگیری.
گیتار زدن رو یاد بگیری و اینا. اینقدر به خودم فشار آوردم، شاید تا حتی 1 ماه خیلی سنگین کار کردم، تمرین کردم، ولی بعد 1 ماه گذاشتمش کنار. اینقدر چون به خودم فشار آوردم زده شدم از اون موضوع. یه کمالگرایی هم می‌دیدم که مثلا بچهای کوچیک‌تری سن کمتری از من دارن گیتار رو راحت میزنن، من چرا نمیتونم؟ درسته. بله. برنامه‌ریزیشو بچه‌ها چجوری به نظرتون میتونه باشه؟ برنامه‌ریزی درست برای روتین بهم بگید. اول شما بفرمایید بعد من بر اساس تجربه شخصی خودم میگم. نه صرفا مطالعه خاصی داشتم، نه حالا کار با کسی صحبت کردم راجع به این موضوع. من جزئیات کار رو یادداشت میکنم. خب یک سری کارهایی رو ما به نظر من در روزمره انجام میدیم که شاید واقعا به چشم نیاد، ولی نوشتن اونا و انجام دادنشون و اینکه تو به خودت بگی که اوکی من اونو انجام دادم، مثلا 10 تا کار لیست کردیم، 4 تاشو انجام دادیم و اون 4 تا کار یک 4 تا کار خیلی روتین بودن، ولی تیک زدن همونا این باوری به تو میده که من دارم انجام میدم و یک انگیزه میشه برای ادامه دادن راجع به اون 6 تا کار دیگه. مثلا من خودم صبح که از خواب بیدار میشم، اولین کاری که انجام میدم میشینم واسه خودم مینویسم. این دفترم هست پر نوشتم صبحونه خوردن، نمیدونم اتو کردن لباسا، رفتن سر کار و باشگاه، همون فلان، همه رو یادداشت میکنم. شاید این هموم رفتن به چشم نیاد، شما میری هموم یه کار خیلی روتین داری انجام میدی، یعنی کار خیلی ایزی اگه به قصد استحمام بری طبیعتا ولی اینو یادداشت میکنم، تیک میذارم. برنامه نبوده اینو خودش یه روتینه. خب اینو یادداشت میکنم، تیک میذارم و عشق میکنم که همون رفتم. روزی 2 بار مثلا. 2 بار کمه. این چیزی که میگی حسی که باعث میشه ادامه بدی، آره تیک بزنی کارت انجام شده، اون به خاطر هورمون اندورفینه. چی؟ هورمون هموم داریم میشی بیاد از این. اون هورمونی که ترشح میشه و باعث میشه که تو اعتماد به نفس بگیری و بری به ادامه لیست. ادامه همون. خب بگم همون بابا بریم بچه‌ها. من رضا موافقی؟ چهره رضا. خب اگه اجازه بدین من تو گفتی تو همون. خب همون بابا شد. خب بگم تو طبق تجربیات خودت گفتی دیگه، گفتی بدون مطالعه. بله. ولی من این کتابی که اینجاست تو چندین بار مطالعه کردم، قورباغه رو قورت بده، از آقای برایان تریسی. شاید خیلیاتون بشناسینش به خاطر این شرکت‌های هرمی و این چیزا. یعنی از این اسم سوء استفاده کردن، یه عالمه نقل قول از این بدبخت میکنن و آره. ولی این کتابی که نوشته قورباغه رو قورت بده واقعا یه کتاب خیلی کاربردیه و طبق همین چیزی که اسمش هست میگه اگه اول صبح شما بیدار شی و یه قورباغه زشت و مجبور باشی بخوری، تو میخوری؟ اگه مجبور باشی بخوری دیگه هر چی در طول روز یاد بدن بخوری برات راحته. فهمیدی؟ آفرین. فکر نمی‌کنم خیلی راحت باشه. چرا؟ کامل نمیشه خورد بعضی چیزا، هر چیزی. یعنی که حالا من اینو مثال بزنم، هر قومیتش دارن تو. خب و یعنی این که اگه ابعادش هم نجات. خب یعنی که اگه یه کار سخت رو انجام بدی بقیه کارا آسون به نظر میرسه و اولش درد داره. میگن ما این دوستان بچه باز چیزی یاد بگیرین یا نه؟ اینا که گولت میزنن میگن دیگه اولش درد داره بعدش خوب میشه. اگه این تجربه رو داشتین توی کامنت ها برام بنویسید. حالا بگو SOS بگی. آره یکم از کتابه بشه. بله و طبق همین نظریه‌ای که گفتم کلا این برنامه‌ریزی به این سبک بر پایه همینه که تو کارهای سخت و اول لیستت بذاری و اگه ما کلا کارا رو 4 گروه تقسیم کنیم، به 4 گروه تقسیم کنیم، کارهای گروه اول اونایی هستن که مهمن خیلی و اگه انجامشون ندین پیامدهای بدی براتون داره، درسته؟ کارهای گروه بی اونایی که مهمن ولی خب اگه انجامش ندین اونقدر عواقبی نداره. کارهای گروه سی کارهای خوبه عادی، نه خیلی عواقب خاصی داره نه چیزی. کارهای گروه دی کارهایی که میتونی بدی بقیه برات انجام بدن. چوچکی بگی چی؟ مثلا اگه نون میخوای بگیری
مثلا بدی دوستت برات بگیره. چرا من نورت یکی دیگه بگیره؟ چون تو کار مهم دیگه ای داری، نه اینکه هیچ کاری نداشته باشی. من اینو اصلا یارو داره بردهداری رو داری چیز می‌کنی. تو فخله‌ای رو داری فکر کردی بقیه رو بردت. و کارهای گروه ای کارهایی ان که کلا میتونی حذفشون کنی. اول باید از کارهای گروه A شروع کنی دیگه، اون قورباغه. و اینجوریه که اگه چند کار مهم داری باز همونا رو هم اولویت بندی می‌کنی، A1 A2 A3 و این لیست رو می‌نویسی و انجام میدی. خیلی خسته کننده است خیلی طولانیه. ببین همه مثل تو نیستن که بیان یه لیست تهیه کنن. مگه برای پنتاگون داریم لیست می‌نویسیم؟ من دارم A1 A2 A نهایت من میرم خونه نهایت تعداد کاری که می‌نویسی 10 تا میشه. تو فکر کردی چقدر در روز کار داری؟ حالا ولی به نظر من مثلا کاری مثل من خیلی سرم شلوغه، همون رفتن مثلا تو گروه Cه، نباید تو A بیاریش که. همون برای من خیلی مهمه. ولی این چیزی که میگی خیلی آرمانیه، یعنی نه. حالا خودت در نظر نگیر من آرمانی ام. یک آدم ریتارد عجیبی هستی، ولی جدی آخه مثلا فرض کن برای فرانسوی خوندن خودت تو مثلا اومد یک لیست نوشتی من فرانسوی بخونم تیک، نه کسی این کارو نمیکنه دیگه. یک نفر از این چیزی خوشش میاد یا میبینه یا چیزی میگه منم میخوام اونجوری باشم. خب این اشتباه، من دارم راه اصولیشو میگم. راه اصولیش هم تو دیگه خیلی لیست کی میاد لیست بنویسه رضا؟ الان اتفاقا من هر شب دارم لیست می‌نویسم. من گفتم تو ریتاردی. نه به اون بزرگی. آقا یه برگه کوچیک تو جیبت، دارم حرف میزنم. یه برگه کوچیک تو جیبت، همون کاری که تو خودت لیست می‌نویسی، میگی من تیک میزنم تو کردن لباسا. A1 A2 A3 نه اینا تو ذهنته. اصلا پسری که لیست می‌نویسه جالب نیست. یعنی اول کار مهم تو بنویس، حالا A و B و C رو ولش کن. بچه همیشه اول به خانومتون پارتنرتون توجه کنین. اول کارهای مهمت که می‌نویسین جواب دادن به پارتنرتون باشه. آره آفرین. اون تو کارهای گروه ایه. برای تویی که نداری آره. تو نداری. تو ای هم نیست. تو زده. شاید یه روزی به اون برسی. این خیلی ایهام داشت یکم زده. شباقتش کن. بچه سوالی که پیش میاد روتین بدی هم داریم؟ همون رفتن که خوبه. نه جدی روتین بد به نظرتون؟ ببین من به نظر ببخشید من بگم قبلش، به نظر من روتین بد شاید وجود نداشته باشه خب، ولی بد عمل کردن به روتین به نظر من خیلی میتونه داغون کنه واقعا. روتین اشتباه هم داریم دیگه. اشتباه عمل کردن یعنی یه سری کار اشتباهه. نه هم هدف اشتباهه خب، هم راه اشتباه. بله کاملا درست میگی. مثلا تو اگه یک دوست ساقی باشی یکی از روتینای زندگی اینه که صبح پاشی به نمیدونم الکل تو نمیدونم آفرین برنامه کنی نمیدونم. بله درست میگی. بله حالا اون که داره پول در میاره از این قضیه، ولی کلا روتین اشتباه مثلا سیگار، اون که حالا اعتیاد میتونه باشه یا عادت. بله درست. آره عادت. ولی اگر به قول رضا بره اینو توی دسته‌بندیت بنویسی، تو لیستت بنویسی که مثلا این ساعت بعد سیگار بکشم و اینا، به نظر من خودش میتونه مفید باشه ها. میدونی چرا؟ چون از یه جایی به بعد میتونی از لیست هر روزت بکنی به لیست هر 2 روز یک بارت سیگارو. متوجهی؟ بعد از یه جایی بکنیش هر هفته یک بار. به این میگن انعطاف پذیری. بله. روتین اشتباهی هم خودتون داشتین؟ روتین اشتباه، روتین همه چی میتونه باشه ها، صرفا یه چیزی یاد گرفتن نیست ها. لباسی که مثلا یهو تیپتون رو تغییر دادین بعد الان میگین چقدر جواد بوده. نه جدی من روتین اشتباه نداشتم، ولی خب یه برهایی پیش اومده توی زندگیم که به واسطه حالا یه سری چیزا عادت پیدا کردم به یک سری کارها که مخرب بودن. مثلا دیر خوابیدن. آفرین. دقیقا همین رو می‌خواستم بگم. آفرین. جدی. یا سوشیال میدیا. جدی این که بتونی زود بخوابی و به موقع بخوابی خیلی روتین سختیه. من خودم از پس این بر نمیام. آره اصلا یکی از عواملی که باعث میشه اینو یادم رفت بگم که روتینتون رو از دست بدین همین خوابه. یعنی چیز خیلی مهمه. روتین منظم خواب داشتن خیلی چیز مهمه. یعنی حتی همه جوانب زندگی تو در نظر میگیره، در بر میگیره. یعنی اگه بخوای روتین ورزشی داشته باشی تو باید روتین خواب منظمی اول داشته باشی که بتونی خوب ورزش کنی و جواب بگیری حتی ازش. کلا به نظر من آدم روتین رو میذاره برای پیشرفت. این که حالا میگی روتین اشتباه خیلی کم شاید پیش بیاد. حالا اگه واقعا افرادی هستن که روتین اشتباه دارن یا داشتن میتونن به ما بگن تو کامنت ها. حالا اشاره میکنیم توی
جلسه بعدی بهش. ولی خب به نظرم به صورت کلی روتین برای پیشرفته. نظر تو چیه امیررضا؟ بله درسته. و یه چیزی که من یادم رفت اصلا اجازه ندادین به من برنامه‌ریزی رو کامل بگم. ای بابا چه قوری زدی، اینو نیارشته. بعد اینکه برنامه‌تون رو ریختین یه سری نکات هست که تکمیلش میکنه، یعنی درصد موفقیتتون رو بیشتر میکنه. یکیش اینه که محیط کارتون تمیز باشه. این خیلی مهمه. چرا به دور و برت نگاه کردی تو استودیوی من؟ خب محیط کارشه دیگه. چرا اینجوری کردی؟ تو به کلام من گوش کن. اصلا میخوام اینجوری حرف بزنم تو ببین من چی میگم. پسرا دعوا ممنون. بعد محیط کارت تمیز باشه، یعنی تو صبح قراره مثلا تو یه پروژه‌ای تحویل بدی، تو که پروژه‌ای کار میکنی و بلند میشی میبینی که همه اتاقت به هم ریخته، خب انگیزه‌تو میاره پایین و شاید دیده نشه، ولی خیلی مهمه تمیز و مرتب بودن. یعنی اینجوری باشه که هر ابزاری که لازم داری روی میز چیده شده باشه، تمیز و مرتب. نکته دوم اینه که به خودت پاداش بدی. خیلی مهمه. تموم. اگه من 1 ماه این روتین رو انجام دادم، مثلا فلان چیزی که همیشه دوست داشتم بخرم و برای خودم بگیرم. من یک روتین دارکی داشتم زمان دبیرستان. میگفتم مثلا من بودم اونجا، حالا هم کلاس بودیم اون سال اصلا دوم. بودم. آره چون ما اصلا داشتم از تفقد. مثلا میگفتم که امتحان دینی که داشتیم، مثلا میگفتم یک فصل که خوندم یه کاریو با خودم بکنم، چون خیلی حالم بد بود، سن بلوغ بودیم. اون کارو که میکردم جایزم بود که یه فصل رو خوب خوندم. اونم دینی. اون کارو که میکردم خسته میشدم، خوابم میبرد. منظور من از این پاداشا نیست. من اینجوری به خودم پاداش میدم. نه نمیشه. مثلا پاداش ورزشی می بود که عکس لخت میذاشتم و ریاکت بهم میدادن، مثلا جنس مؤنث، و خیلی لذت بخش بود برام. مخصوصا یعنی جنس مذکرم بوده. خب بچه‌ها یک سوالی پایانی داشته باشیم. اگر یه روز ایدئالتون پیش برین و اون روتینایی که میخواین داشته باشین چی جورین؟ یعنی ایدئال ترینتون باشین ها. خیلی ساده باحالیه ولی و خیلی سخت. آره. بگو. به نظرت شبیه ماشین نمیشه؟ آره دیگه؟ به نظرم خیلی مسخره است. به نظرم خیلی مسخره است. رو لیست همه چی مرتب، همه چی. شاید هم واقعا این بعضی انجام ندادن بعضی روتینا یه بخشی از انسانیت ما باشه. چون ما خیلی از مصاحبه آدما موفق میبینیم، دیدین صحبت میکنن، مصاحبه هاشون میاد بیرون که من الان اگه به اینجا رسیدم این مقام رو آوردم، روزی نمیدونم اینقدر ساعت کار کردم، اینقدر ساعت بیدار میشدم، میخوابیدم. حتما یه روزایی هم یا استراحت داشته جدی، یا نمیدونم فرار داشته. مگه میشه هر انسانی نداشته باشه؟ فقط بروس وین و بتمن نتونست. اصلا به نظر من ببین، به نظر من امیر عباس تو حرفات گفتی که من یه روزایی میخواستم برم باشگاه نمیتونستم رفتم، ولی خب به نظر من اگر تو یه روزایی باشگاه نری، حالا مثلا میگم 1 ماه داری میری، یه روز حال نداشتی واقعا نری، به جای بر نمیخوره. یه چیزی بهت بگم، از یک جایی به بعد خود خیلی روتین داشتن اعتیاد آوره. آفرین. من بیشتر از این که الان به ورزش مثلا روتین داشته باشم اعتیاد پیدا کردم و این اعتیادم هم میدونم داره به سمت وایب منفی میره. مثلا اینجوری که من اگه یک روز حالا سرما خوردگی پیش میاد، یک آب و هوای بد، یه چیزی پیش میاد، کار مثلا داری نمیتونی برسی اون روز، یک روز که باشگاه نمیرم حس میکنم آدم درستی نیستم، اعتماد به نفسم از دست میدم، میگم الان نظر بقیه دیگه من زشتم. متوجهی؟ جدی خیلی اینو تجربه کردم. یه چیزی بگم پیروی حرفت، من دقیقاً حدود 1 ماه پیش به این درجه رسیده بودم. یعنی اگه مثلا از 10 تا کاری که لیست میکردم باید انجام بدم، یکیش انجام نمیشد، حس میکردم آدم مفیدی نبودم. همون کمالگرایی دیگه. آره دقیقاً. من الان خیلی توی این وایب هستم یعنی اگه یک روز که نرم فکر میکنم از دنیا عقب افتادم، به کسی بهم نگاه نمیکنه. خیلی دوست دارم. تو یعنی عقده دیده شدن داری؟ آره. هدف از این پادکست هم همینه، عقده دیده شدن. امیر عباس میتونم درست کنم. یک سوالی الان سارا اینجا پرسیده.
آروم سارا خب گفته که حالا چون ما استوری گذاشتیم گفتیم یه سری روتیناتون رو بگین، برای من یکی از دوستام ریپلای کرده بود که من وقتی روتین مینویسم باعث میشه که یه فشاری روم بیاد و استرس بگیرم. قربون سارا. حمایت سارا جان، حمایت شدی. اینو چه جوری ارزیابیش میکنین بچه‌ها؟ خب واقعا هم راست میگه، یعنی شما بعضی افراد هستن اوور تینک هستن. آره یعنی وقتی که کاراشو مینویسه حس میکنه فشاری روشه، باید بدو کنه بره نونم یکی. دقیقاً همینو بهتون گفتم دیگه. این استرس رو باید چیکار کرد؟ اگر میخوایم مثلا ورزش رو شروع کنین، لازم نیست مثل یک بازیکن حرفه‌ای بری 5 روز در هفته 7 روز در هفته تمرین کنی. برای خودت کوچیک‌ترش کن، مثلا 3 روز در هفته. بعد قدردان اون پاداشی که میگیری باش. یعنی بگو آقا من که بازیکن حرفه‌ای هنوز نشدم، من 2 روز در هفته‌ام برام کافیه. از چیزی که انجام میدی نسبت به توانایی خودت راضی باش. مثلا اگر کتاب میخونی، همه که مثلا آقا رضا نیستن مثلا همیشه کار داشته باشن سرشون شلوغ باشه 10 صفحه کتابو بخونن، یعنی یک صفحه بخون. یعنی پیشنهادت به سارا چیه؟ یکم شلتر کنه راجع به این موضوع دیگه. یکم تو میگی شل کنه. آره مثلا انقدر به خودش اگر مثلا میخواد روتین غذایی داشته باشه که مثلا بعضی از غذاها رو بخوره نخوره، آره سالم خوری داشته باشه، یک بار در روزش کنه یا حتی یک بار در هفتهش کنه. اگر کلا غذای سالم نمیخوره مثلا. نظر تو چیه امیررضا؟ بازم من این کتابو نشون میدم و چیزی که شما مسخرهش کردین، ولی اگه طبق این پیش بره، چون یه کلی کار اونجا داره که استرس میگیره چجوری انجامش بده، اگه طبق این برنامه‌ریزی پیش بره خب مجبور میشه یه تعدادشو خط بزنه، اونایی که بیخوده، یعنی انجام ندادنش هیچ عواقبی براش نداره، یعنی هیچ فایده‌ای براش نداره، یه سریش خط میخوره و یه سری دیگه‌شو میگه به بقیه انجام بده و خیلی مثلا به مهدی گرفتن، مثلا میاد الان تو پیگه مهدی به مهدی میگه انجام بده برام، به صورت خلاصه لیستش فیلتر میشه. مشکل حل شد سارا، فیلتر شد. یک نکته دیگه که حالا من توی فضای مجازی یک سوالی رو باش برخورد کردم این بود که آیا کلا به صورت کلی روتین باعث میشه ما محدود بشیم یا اینکه نه باعث میشه که ما پیشرفت کنیم و آزادی داشته باشیم؟ اینو چجوری جواب میدین بچه‌ها؟ اگه وقت هست البته بگو رضا. به نظر من اون توهمه که باعث میشه حس کنی محدود شدی. یعنی انگار الان بقیه دارن خوش میگذرونن، من باید این کار رو انجام بدم، در صورتی که نه. تو اون روزی که داشتی برنامه‌ریزی می‌کردی میدونستی که این کارا به نفعته انجامش بدی. اصلا لوئیس همیلتون بود دیگه، میگفت هر جایی که بقیه ترمز میگیرن تو گاز بده. نه فرانچسکو توتی بود. توتی. ولی جدی ها من خیلی به این فکر میکنم، حالا تو هر قضیه جایی که مردم به مرحله میرسن تو اون زمینه که ازش لفت میدن، تو اونجا باید بیشتر پشت کار داشته باشی. حالا مثلا میگفتم برای ورزشش مثلا بدن درده خیلی‌ها میذارن کنار، تو اونجا بیشتر باید، نه که به خودت آسیب بزنی ولی لااقل از بینش نبری، استمرار در انجام یه حرکت و به خودت هم اصلا فشار نیاری که من باید الان یه چیز خیلی آرمانی خفن بشم. نه، تو با شرایط خودت باید یه چیز خفن بشی و رضایت داشته باشی از خودت. آره این رضایت خیلی مهمه. من اگر الان کتاب نمیخونم، اگر تو یک ماه آینده تونستم 5 صفحه کتاب بخونم، برای من واقعا این چیز خیلی خفنه من انجام دادم، من باید بهش افتخار کنم، نه اینکه بگم من باید 10 صفحه کتاب بخونم. در کل من فکر میکنم ما روتین داریم برای اینکه برسیم به یک رضایت، به یک آرامش درونی، به یک پیشرفتی توی فعالیت‌های روزمره‌مون، توی فعالیت‌های حالا کاریمون، درسیمون و سایر کارهامون. خب ما یه بخشی رو داشتیم گفتیم که بچه‌ها نظر بدن. آره سارا الان من آره سارا رو خوندی، حالا منم چند تا بچه‌ها رو بخونم. گفتم حتی اگه مسخره هم بذارم بچه‌ها من میخونم. اولین نفر مرتضی است. نه آقای فلاح، هم مهمون هفته گذشتمون، گفتن که الان نت ایران خیلی قویه، گفتن روتینی که هنوز همیشگی نشده، همیشه دلم میخواد یک ساعت از آخر شبم در منزل آموزش ویدیویی در زمینه کارم ببینم، ولی هنوز نشده. خیلی عالیه و دلیل اینکه هنوز نشده اینه که یک ساعت زمان. آره منم خواستم همین رو بگم، آخر شب و خسته و آره به نظرم اگه اینو تبدیلش بکنه به 15 دقیقه شاید مثلا. آره یکی از چیزایی که تو ذهنمونه، خانم
زامنینا میگفتن هر شب دارم به خودم قول میدم از فردا صبح با نقلیه عمومی بیام سر کار و برگردم، اما همچنان با اسنپ و تپسی و 1880 میام و پولام سیو نمیشه. بله اینم واقعا موزلی که خیلی از دوستای من جوونا درگیرشن. این به خاطر یکی از دلایلش این روتین گفتن خواب منظم نداشتن. تا نصف شب اگر بیدار بمونی خب نمیتونی 6 صبح بیدار شی بری سر کارت. بله درست. و اینکه اگه چند بار اینو انجام بده و با اون پولی که ذخیره شده بتونه یه چیزی پاداشی برای خودش بگیره، انگیزش بیشتر میشه. برو بعدی. نصرن یکی از مهمونای پادکستم گفتن رژیم گرفتن همیشه از اون روتیناست که تصمیمشو همیشه دارم اما هیچ وقت 100% انجام نمیدم. رژیم مثل همون باشگاه دیگه، استمراره باید باشه که تو ببینی. خیلی آرمانی راجبش فکر میکنن، یعنی همه که کریستیانو رونالدو نیستن. جدی ها، بعضی وقتا باید رها کنی. حالا نه که همیشه ها بگی من نه، مگه چند بار انقدر از این جمله من میشنوم و بعدم میاد مگه چند بار زندم بذار فسفود بخورم، بذار قند بخورم. این چه حرفیه؟ تو برای خودت ارزش قائلی وقتی که ورزش میکنی یا رژیم داری. و رژیم غذایی خیلی چیز سختیه ها. مثلا فرض کن جلوت پیتزا باشه نخوری. بله واقعا خیلی پشت کار قوی میخواد و به نظرم بعضی وقتا رها کنی، اشکال نداره. این اون ما هممون کامل نیستیم، بعضی وقتا هر کسی میخوره غذایی رو. اون سه نکته که امیررضا گفت من فکر میکنم آسون گرفتن روتین و کمالگرایی راجع به نصران میتونه صدق کنه. مورد بعدی اینو نخونم بهتر، راجع به بنده گفتن. نه نخون. آره راجع به بنده اینو نمیدونم چه ربطی داشته. آقا امین محمد برادر بنده گفتن که دوست دارم با مجید پادکست برم. روتین یعنی هر روز. آره هر روز با مجید پادکست برم. این دلیلش این میتونه باشه که مجید رو نتونسته راضی کنه. بله بله. مجید جان ازت دعوت میکنم لطفا با امین محمد با پادکست بی. خب خانم ماجیکس گفته که از شنبه میخوام پول جمع کنم، تقریبا 3 ساله ولی نمیتونم. کار تو عوض کن. برو بعدی. نه ولخرجی داره. روتین خرج منظمی نداره. میگه دیگه از شنبه همیشه میخوام پول جمع کنم، تقریبا 3 ساله ولی نمیتونم پول جمع کنم. خب به نظر من به قول رضا باید بره یک لیستی بنویسه از خرجایی که مثلا در طول ماه داره. آره اونا که مهم نیست رو میتونه گفتیم ABC تا فیلتر اون فیلتری که گفت همچین چیزی رو برای خودش انجام بده شاید جواب. خب نظم بیشتر هم میتونه درش تاثیر بذاره به نظرم. آقای مهدی جوان از دوستان به خیلی ارادت دارم. حرف جالبی زده، گفته من همیشه می‌خواستم شیره رو ترک کنم و دیگه تو روتین زندگیم نباشه ولی متاسفانه تو روتین زندگیمه. مهدی جان شما اول باید بری یه کمپ به تخت ببندنت. خب گفتم که بدونه که مشکلش از روتین تریاک داره یه رو. مهدی جان خیلی واقعا حتی شعر گفته راجبش، گفته عهد بستم که دیگر شیره نکشم به جز امشب و فردا شب و شب‌های دیگر. اون روتین بعد که گفتم یکی از چیزایی که میتونه درمان کنه به نظرم این روتینشو اینه که بره کمپ. آره نکته مثبتیه. چه خبر؟ چیکار می‌کنی مهدی جان؟ خوبی؟ یه نفرم یه حرفی زده علی موسوی مهم نیست. علی جون دوستت داریم. بخون. گفته که موسیقی رو خودم هستم. نمیدونم یعنی چی. ما پرسیدیم که روتین دارین یا چیزی، گفته موسیقی رو خودم هستم. آفرین. روزی یک ترک منتشر ترک یک آلبوم. موین این کار الان نمیکنه. سیاوش قمیشی روزی یک ترک نمیشه. شاید منظورش یاد گرفتنش. علی جان یک ترک تو بذار هفته‌ای یه ترک. ماهی حتی. نه قویه. علی قویه. پتانسیلش بالاست برای این زمینا. دیبا به ما گفته که روتین منظم خواب که گفتم یکی از سخت‌ترین روتین‌های و یکی از مهم‌ترینا و من میشناسم دیبا رو و میدونم روتین منظم خواب نداره. یکی از دوستانه و روتین منظم خواب نداره. یعنی مثلا تو 4 صبح هم بهش پیام بدی جوابتو میده، 3 صبح هم بهش پیام بدی و تا صبح هم بیداره. خیلی تاثیرگذار. بخواب. این میگن تو دانشگاه یه سری درس میخوای برداری پیش نیاز میخواد. یه سری از کارا پیش نیازش واقعا همین خوابه، نخوابی نمیتونی انجامش بدی. خب ولی برای اینکه یه خواب به موقع داشته باشی هم باز یه پیش نیاز هست. اولش سخته ها. مثلا این چیزایی که گول زدن اولش سخته ها. مثلا اینکه 11 شب یا 10 شب خوابت ببره واقعا الان نمیتونی یهو 10 شب بخوابی. شب اول واقعا نمیتونی ولی میتونی سعی کنی. این گوشی رو اگه یه ساعت قبل خواب بذاری کنار میخوابی. واقعا من اینو امتحان کردم. خیلی کار سختیه توی الان جامعه‌ای که ما هستیم گوشی رو بذاری کنار. ولی واقعا اگه گوشی رو بذاری کنار و به سقف نگاه کنی خوابت میبره.
سجاد ماهی گفته که همیشه میخواستم از شنبه لایف استایل اروپایی داشته باشم، صبح زود بیدار بشم، برم پارک بدوم، کتاب بخونم. این فقط یه فانتزی. این یه فانتزیه جدی. تاثیر همین فیلم‌ها و نمیدونم چیه، استایل خودت، چی روتین خودت رو باید بسازی. خیلی هم تو آسیا انجامش میدن جدی، سمت شرق و اینا خیلی بیشتر. امیررضا با شرق بیشتر آشنایی داره. امیررضا دوست داره روی جنس مؤنث مخصوصا. خب این جلسه راجع به روتین صحبت کردیم، گفتیم روتین چیه، چه مزایایی داره، چه عواقبی داره. یه نکته خیلی مثبتی که گفتیم 3 تا کار بود که کمالگرایی، آسون گرفتن روتین و کپی کردن یه روتین دیگه. این 3 مورد رو اگه بتونین حذف کنین واقعا در بحث روتین و پیشرفت خیلی میتونه مثمر ثمر واقع بشه. و کامنت خوندیم دیگه راجع به روتین‌های مثبت و منفی اون صحبت کردیم. اگه فکر می‌کنین نکته از قلم افتاده برای ما کامنت کنین تا حتما جلسه دیگه بهش بپردازیم. حالا ما تصمیممون این شده که بیشتر با شما در ارتباط باشیم و موضوعات رو 1 هفته قبل اعلام می‌کنیم تو پیج اینستاگراممون و کوئسچن باکس می‌ذاریم و هم نظرات شما رو میخونیم، هم کامنت های شما رو میخونیم از این به بعد و حتی شما رو بیشتر شرکت میدیم توی پادکست ها. آره اگه دوست دارین شرکت کنین حتی میتونین راجع به تخصصتون و خودتون برای ما تو دایرکت بگین تا ببینیم ما اگر مهمونتون میکنیم راجع بهش صحبت میکنیم. با موضوع ما سنخیت داشته باشه حتما دعوت میشین. خب مرسی که تا اینجا ما رو تماشا کردین. اگه از یوتیوب ما رو میبینین لطفاً ما رو سابسکرایب کنین، اون زنگوله اون بالا رو بزنین و اگر هم که فایل صوتی ما رو از کست باکس، ساوندکلاود و یا هر جای دیگه تلگرام گوش میدین لطفاً ما رو حمایت کنین، برای دوستان خودتون بفرستین. مرسی از آقا مهدی عزیز که شبیه جاسوسی‌های جلوی ماشین بودن، اینجوری بود که اومد تو وسط کارهای مهمش که با ترور آلارم مصاحبه داشت اومد اینجا یک فدات بشم، وظیفه است. من همیشه به دوستان مرسی از آقا رضای همیشه خسته و پشت کاردار که اومد اینجا برای ما کتاب جدید معرفی کرد. ما سعی میکنیم توی پادکست هامون از این به بعد هر قسمت یک کتابو معرفی کنیم به لطف آقا رضایی که کتاب خونم بیشتر هست بین ما 2 نفر. ما اینجوری نیستیم کتاب نخونیم ولی خب آقا رضا واقعا بیشتر. مرسی آقا رضا که اومدی. مرسی از شما که ما رو تماشا کردید. دوستتون داریم. خدا نگهدارتون.